سلام و عرض ادب. امروز 29/12/1403 آقا یاسین، اونم از روی محمد یاسینه، داره در شمال میره. ماشینم از اون بغل رفت، عموش بود، عمو جان الله، عموی مامان. کارو بگیر، کارو بگیر، گاهو بگیر، گاز نده عزیزم. پشت سرم هم اسفالته. اینجا چی کن؟ هیچی کاری نمید، نترس، تو چاله نیفت. چطوره آقا یاسین؟ عالی، ولی استرس زیاد. اشکال نه، امکان یاد. خداحافظ.